لهم اجرهم عند ربهم فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. قرآن میگه فلا خوف، هیچ خوفی بر ایشان نیست. تاجری که زکاتش را میته، دیقانی که عشر خود میپردازه، در قبر خوف نداره، بیم نداره. در میدان محشر، در پول صراط ضمانت کرده خدا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، و نه غمگین میشن. به گذشته ایشان تأسف نمیخورن، چون گذشتهش گذشته نورانی هست. مال کسب کرد، در راه خدا خرج کرد، عرق ریزاند، خود خسته کرد، و این مال که دوست داشت، آن چیزی که محبوبش بود، به خاطر رضای الله او را در راه خدا خرج کرد.